رد کفشایی که روی فرش نرم قطار بود با جایگاه مسافر مقتول جور در نمی اومد. کسی غیر از اون باید وارد این کوپه شده باشه. سعی کردم همه چیز رو با دقت و وسواسگونه نگاه کنم. کنار تخت تکی کاغذی پاره با نوشته کوتاه و رمزآلود افتاده بود. یک جمله نیمه تمام که انگار یک معنای پنهان داشت. چشمم به دست یکی از مسافرها افتاد. کبودی عجیبی روی مچش بود، انگار که کسی به زور چیزی رو از اون گرفته باشه یا حتی درگیر یک کشمکش شده باشه. طرز قرار گرفتن لیوان‌ها روی میز هم غیر عادی به نظر می رسید، انگار کسی عمدن اونها رو جابجا کرده بود که ردگم کنه. هرچی بیشتر نگاه می کردم بیشتر مطمئن می شدم که تو این قطار هیچ چیز اتفاقی نیست. هر سرنخ قطعه‌ای از پازل بود که تصویر قاتل رو شکل میداد. یک حقیقت سرد و هولناک توی ذهنم سنگینی میکرد. قاتل هنوز اینجاست، توی همین قطار، شاید فقط چند قدم دورتر از من.